حاج آقا یکی از کانال عکس شلوار گذاشته برای فروش. زنونه یا مردونه؟ زنونه متأسفانه. ببن نزدیک بود دفعت عمومی لکیدار بشه. ببن حاج آقا یکی از خبرگزاری‌ها از ما انتقاد کرده. بیخود کرده. ببن کانالشو. ببین یه جور ببن نتونه دیگه با این نام کاربری باز کنه چیزی. حاج آقا کانال پروفسور سمیع گفته که اگه یالتون چک کرد آزیترومایسین بخورید. ببندم کانالشو. نه ایشون از چهره‌های ارزشمند کشور ما هستن. ببین پیامشو اصلاح کن خودت. بزن دم کرده بابون عسل بخوری. حاج آقا یکی از معاون وزیری تحلیل گذاشته موقع با برنامه هفتم توسعه چیکار کنم؟ بیخود کردی. ببن کانالشو. حاج آقا یکی از کانال‌ها اومده از خودروسازی انتقاد کرد. بیخود کرده. ببند این کانالشو. ولی کانال حاج آقاست. کانال حاج آقاه؟ مال خود حاج آقاست؟ ادمین خود حاج آقاست؟ حالا دیگه احتمالاً دیگه چیز کن. پس یه تذکر براش بفرست. دفعه بعدی مجبوریم ببندیم دیگه. چون قانون برامون مهمه دیگه. آره ببین من الان خودم هم به نظرم تو کانالم پست آخرم اگه دیده باشی خیلی زیبنده نیست. کانال منم ببندید بی زحمت. حالا حاج آقا چی هست؟ چیز دیگه گذاشتم تلگرام. برو کانال تلگرام از برو ببین. اگه خواستی برات دایرکت میکنم زماندار 10 ثانیه وقت داری دایرکت کنی. حاج آقا اینو گذاشتی؟ حاج آقا قشنگ نبود. خب انصافا قشنگ خیلی خوبه. بلا این